ریشه تراشیده اینا من اینجوری میگم خودشون اینجوری واسه بود. خب مثلا خودم دارم تا بعد این کار میکنم جوهایی ولی نورم عوض تو یه نقش نمیگه خیلی بال. ما چه سالیه؟ این مالا خیلی وقت میشه سال 84 مالا 57 اینا نه 84 ببین من وقتی موزیک گوش میدادم قدیم موقع تو نوجوان بودم متالیکا گوش میدارم متال گوش میدارم همیشه میگفتم جیمز تو دهن من جیمز بود ولی حالا فیلیپ با تمام حماقتش من خیلی دوستش دارم حالا فیلیپ با تمام عوضی بازیاش مسخره بازیاش کاغوی بازیاش ولی خیلی دوست داشتنیه. رو سی دی یکی از کاره فیلیپ یه مار کبرا هست مار سرش آورده بالا میدونی چی میگه؟ میگه کمر من نمیدونم سیاوش چه موضوعیه که گیر دادی روش ها هدف چیه این کار؟ ابنر بد باشه اینه دیگه معذورم چون من سر سفرم هستم واقعا عیبه اگه دارم بگم زیاد فکر کنم در مورد همه چی این که چقدر فکر میکنم این بیشتر از همه مورد چرا انقدر فکر میکنم سیاوش دیگه کسافت خیلی بچه باقیه خیلی گناه سیاوش بوته بیایی میخوری سیاوش بوته چی بگم هر چی بگم از تو بگم کم گفتم این تحت تاثیر ها نه برادرم دوستش دارم حتی برادرم نمود بازم دوستش داشتم شهریور 24 شهر اگه پدر بشی با بچه چطوری رفتار میکنی؟ خیلی خوب خوشبوس میشن این آب خورده اگه قهر میگی بچه ها میگیم اعتماد نمی‌کنن به پدر مادر که نمی‌کنن میگه به دوستی زیادی کم ربطی نداره آدمو فقط ضایع میکنه اینجوری نکن نگاه کن خوبه بعد فیلم خودت رو نگاه میکنی نمیدونم فکر اگه بعضا انقدر خوب بشه که بتونم زندگی اونو تا آینده تو چطوری میبینی؟ افتضاح دوست دارن بابایی چی داری بهش اول از بگی؟ همه بگم یک احتمالش خیلی کمه که زن بگیرم خیلی کم احتمال بچه دار بشم صفره چون اولین کاری که بعد از زن گرفتن میکنم این خودم این چیه سیاوش؟ نگو سیاوش پاکش کن این فیلم بعدم تو یوتیوب پخش میشه برگرد به محیط زندگی تو خواهد چونی کردی سیاوش؟ نه بچه دستشویی کرده بود داشت نکن بابا عجب خریه و نکن آب موجود نبود بچه اجرار کرده من داشتم تسفی میکردم کتو؟ خفش کن تو چیکار بکنی سر این داری؟ برای شما میگی